رمضان این ماهی معنی های نجیب است، ماهی معنی های بالا و والا است. پس برادر روزدار و خواهر روزداران، این ماهی مبارک ماهی معنی های بزرگ است، ماهی مقصد های عالی و هدف های بالا است که در این ماه خیر عظیم و فضیلت های بزرگ نهفته است، که در این ماه اطاعت ها زیاد می گردد و عبادت ها بسیار می شود و فضل الله بر این بندگانش در این زمین ها فراهم و فراوان می گردد. به درستی که الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک را از دیگر ماه‌ها خصوصیت‌های با خصوصیت‌های عظیم و فضیلت‌های مخصوص مقامش را بالا کرده است و برای مثال بعضی از این خصوصیت‌ها و این فضیلت‌ها را برای شما نامبر می‌کنیم. این ماه است که اولی آن رحمت است. برادر گرامی و خواهر گرامی قدر، این ماه است که اولی این ماه که نزدیک است رحمت است و میان این ماهی مغفرت است و آخری این ماه نجات از آتش است. آخری این ماه نجات از آتش است. این ماه است که در آن درهای جنت گشوده می شود. ماه است که درهای جنت گشوده می شود و درهای جهنم بسته می شود. ماه است که بندگان الله با روزانه روزه می دارند و با شب قیام شب، نماز شب زنده داری می کنند و با پروردگار خویش مناجات کرده با او نزدیک می شوند. این ماه است که در این ماه شب قدر هست که این شب قدر از هزاران ماه بهتر است. این ماه است که ماهی سخاوت و بخشش است، ماهی سخاوتمندی ثروتمندان و ماهی شادی فقیران قرار باید بگیرد. و این ماه است که برادران و خواهران گرامی، این ماه است که شیطان ها در این ماه بسته می شوند تا آخر این ماه بسته می شوند و هر شب در این ماه روزداران بخشیده می شوند. پس این ماه برادران و خواهران گرامی ماهی مبارک ماه است که ماهی تلاوت قرآن و ماهی سنجش خود و محاسبه نفس، ماه است که بندگان الله با تمام این نیکویی ها با پروردگارشان نزدیک بگردند، با استغفار و از پروردگار خود طلب خواهان جنت نمایند و همچنین از او سبحانه و تعالی از آن جهیم و جهنم به سوی او پناه ببرند. پس برادر و خواهران گرامی، این ماه را ما باید ماه قرار بدهیم که ماه نیکویی ها باشد، ماهی جمع آوری حسنات و اطاعت ها باشد، ماهی که بنده ترک معصیت نماید با پروردگارش نزدیک بگردد و ماهی بخشش لغزش ها اگر بنده به سوی الله توبه کننده باشد. این ماه است، ماه رمضان ماه است که در هر حرف آن معنای اشارت است. ماه رمضان در هر حرف آن معنای اشارت است. حرف را این رحمت است، حرف این میم مغفرت است، حرف داد ضمانت است، کفالت است بر بنده ای که در این ماه تقوا و پرهیزگاری میکند جنت است. و حرف الف امانی از آتش است و حرف نونش باشد نور از جانب پروردگار غفار بر بندگان توبه کننده و استغفار کننده است. پس برادر گرامی و خواهران گرامی، این ماه است که در این ماه هر شب ندا کننده ندا میکند، هر شب ندا کننده ندا میکند و میگوید یا باغی الخیر اقبل، ای جوینده خیر، ای طلب کننده خیر، اقبل پیش بیا، و یا باغی الشر اقصر، و ای طلب کننده شر بازیست. پس این ماه رحمت است، ماه فرود آمدن رحمت الهی است، ماه بخشش گناهان و محو ساختن آنهاست، ماه پذیرش دعا و مغفرت گناهان است. پس ای برادر مسلمان و ای خواهر مسلمان، بدون شک و تردید که این رمضان فرصت بزرگ است برای رو آوردن به سوی رحمان و شتافتن به سوی به دست آوردن رضای او الرحمن و حریص بودن و حریص داشتن در جمع آوری حسنات و نیکویی ها و زیاد کردن حسنات و تقوا و پرهیزگاری و نزدیک شدن با آن پروردگاری توانا. این ماهی جمع آوری زیاد کردن ذخیره های تقوا در دل هاست و اصلاح کردن رابطه بنده با پروردگارش و رابطه بنده با بندگان الله. ماه راستگویی، ماه توبه راستین است،
ماهی پوشیمانی واقعی است. آن که در زمان غفلت غافل ماندی، امروز از خواب برخیز و به سوی پروردگار خود روی بیاور. دیگر زمان غفلت رو بگذار و به زمان این رحمت که فرا رسیده ایستاده از قدم بگذار. پس این امکانیت بزرگی که الله سبحانه و تعالی بر ما و شما امروزها داده ایستاده است، از این امکانیت فرصت را استفاده برو به پروردگار رحمان نزدیک بشو و از برای عبادت او سبحانه و تعالی برخیز و اشک بریز. غنیمت شماریم این روزها را تا بهشت‌های رحمان نصیب به ما بگردد و پیروزی در آخرت بر ما ارزانی بگردد. از الله عظیم که برای ما و شما این روزها و این شبهای این ماه را امروز ارزانی کرده است، توفیق اخلاص در عمل، توفیق گفتار نیک و کردار نیک در روزمره خود عطا فرماید و حمد و ثنا مخصوصی پروردگار جهانیان است.